شما نمیترسید؟ نه، برای اینکه چیزی ندارم که از دست بدم. ترس موقعی میاد که توی چیزی داری. خیلی جالب. ببین من نه خونه دارم نه ماشین دارم، من مثل 5 سال شما. حساب بانکی هم ندارم، من هیچی ندارم، من چی بترسم؟ کارت بانکی ندارم، میخوای کارتمو نشون بدم؟ کارت دفتر رو دارم استفاده میکنم. یعنی آقای فرزاد مطمئن بعد از این همه سال فیلم ساختن خونه ندارم، ماشین ندارم، ویکند تو کوالالامپور ندارم، پنت هاوس تو دبی ندارم. نشده ولی در این حال واقعا نخواستم. هیچ وقت تو زندگی مثلا این نبود که برم پول در بیارم. پول میاد، زندگیت میگذره. به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر. این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی سرای آخرت است.